پیشنهاد داوودخان عبدوخان. به نام خدای بخشنده مهربان. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه ماه رمضان فرا رسد، درهای جنت گشاده و درهای دوزخ بسته می شوند و شیطانها با زنجیر بسته می گردند. روایت بخاری و مسلم. شرح این حدیث: وقتی ماه رمضان فرا می رسد، به اذن خداوند درهای جنت باز و درهای دوزخ بسته می شوند. به برکت ماه مبارک رمضان شیطانها از آزادی محروم گشته زنجیربند کرده می شوند. آن نافرمان روایی که بنده در ماه رمضان انجام می دهد از بی اهمیتی و تنبلی اوست. رحمت خداوند است که در ماه رمضان بندگانش را از وسوسه شیطان نگاه می دارد. پس مسلمان را ضرور است که از عملهای نامشروع دوری جوید. السلام عليك عليك يا سيد الأولين والآخرين.